دوستان عزیز، هر اطلاعاتی که شما در بکسک ذخیره میکنین آفلاین و در تلفن خودتون ذخیره میشه. این بکسک یک دیتابیس پشت سرش داره که این دیتابیس از لوکال محلی در حافظه شخصیتون از مو حافظه‌تون که 64 جی بی یا 120 جی بی حافظه دارین در اون ذخیره شدن میره، اما سایز زیادی نداره. اما بفهمین که اطلاعاتون آفلاین در تلفن خودتون ذخیره میشه. خدا نکنه اگه تلفن گم شوه این اطلاعات هم امروز گم میشه. زمانی گم نمیشه که شما همیشه بکاپ آفلاین بگیرین و بکاپتون به یک شخص روان کرده بارین. این اطلاعاتی که شما ذخیره میکنین در هر بخش این آفلاین تلفن خودتون ذخیره میشه. آخر روز اگه میبینید که روزانه بکسک از زیاد استفاده میکنین، آخر روز اگه کم استفاده میکنین هفته‌وار هم بکاپ بگیرین. نظر به اختیار خودتون. فقط در تنظیمات بکسک بیاین، در قسمت پایگاه اطلاعات بیاین، یعنی قسمت بکاپ بگیرین. این پایگاه اطلاعات یعنی بکاپاتون است، یعنی دیتابیس از دیتابیستون واسه دیتابیستون بکاپ بگیرین. یعنی بکاپ هایی که ما قبلا گرفتیم هیچ وقت بکاپ های سابقه را بازیابی نکنین. بدل از اینکه زمانی که شما این بکاپ شماره یک بازیابی میکنین، شاید این بکاپ شماره که ما یک ماه پیش گرفته باشم، حالا برای فعلا شما اطلاعات جدید ذخیره کردین، نه زمانی که امیر بازیابی بکنین اطلاعات سابقتان میاد به جای اطلاعات جدیدتان جابجایی میشه. این باعث میشه که اطلاعات جدیدتان حذف شوه، اطلاعات سابقه جابجایی از شوه. هیچ وقت بکاپ سابقه را بازیابی نکنین. یا اگه میتونین بکاپ جدید اگه دارین بکاپ سابقه را بگیرین، در قسمت سر همین سه نقطه کلیک بکنین و بکاپ سابقه دیلیت بکنین. بازیابی هم زمانی میشه که خدای نکنه اطلاعاتتان حذف بشه، بر تلفن گم بشه، به دیگه تلفن انتقال بدین. فقط آخر روز اطلاعات جدید که اضافه کردین فقط بیاین سر بکاپ گیری اطلاعات در قسمت با معذرت در قسمت سر تگمه سبز سر بکاپ گیری اطلاعات کلیک بکنین، به شما اطلاعاتتون بکاپ گرفته میشه. هم زمانی که به شما بکاپ گرفته میشه ببینید بکاپ شماره 6 ایجاد شد، اول نبود. وقتی که دیگه کلیک میکنیم باز بکاپ گرفته میشه، ببین بکاپ شماره 7 ایجاد شد. به همین شکل یک شماره اضافه میشه. در زمان هم گرفتن بکاپ هم ببینید که دفعه میگه که همین بکاپ شما هم رسانه بکنید که مثلا این در فضای آنلاین مثل که در گوگل درایو ذخیره بکنین، یا میتونید در تلگرام یا در واتساپ تون ذخیره کرده بونین که اگه خدا نکنه تلفنتون خراب شوه یا گم شوه یا مایده شوه، شما بتونید که از واتساپ یا تلگرام تلفن دیگه تون که وارد میشین هم فایل بکاپ دانلود بکنین. بکاپ بچا یک فایل هست. چه رقم فایل است؟ مثلا امیلی که ما 8 دونه بکاپ گرفتیم، این در فولدر دانلود فایل شخصی ما ذخیره شدگی مونده است، مثل یک فایل وردوری است. من فایل شخصی را باز میکنم به این شکل. من در قسمت بین پایان در قسمت حافظه داخلی من میایم. شما به این شکل داخل حافظه داخلی ببینید فولدر به نام فولدر دانلود است، میره باز بکنید. داخل فولدر دانلود میرم، یک فولدر به نام بکاپ است. یعنی تمام 8 بکاپ بوده از شماره 1 تا شماره 8 جا بکاپ ما آمده. یعنی 8 بکاپ داریم. همین 8 فایل هم در اپلیکیشن هم نشان داده میشه که نه 8 فایل دیگه داریم. به همین شکل یعنی بکاپ هم که میگیریم بکاپ هم باز در تلفن خودتون است. خدا نکنه تلفن هم گم شوه بکاپ هم اونش گم میشه، باز این چه فایده؟ پس همیشه که زمانی که بکاپ میگیرین اینجا میگه بکاپ شماره 9 که گرفته شده، این بکاپ شماره 9 هم رسانی کو. میتونید که در تلگرام یا در واتساپ به کسی که مورد اعتماد است یا در پروفایل شخصی خودتون که اگر واتساپ تون او هم اگر پشتیبانی داشته باشه یا که تلگرام تون پشتیبانی داره یا در تلگرام روان کرده باشین، تلگرام بزنید تا سیف مسیج روان کرده همینجا بونین که خیلی خوب میشه. اینجا که ماندم هر وقتی که خدا نکنه تلفن گم شه یا چی میرم تلگرام دیگه تلفن باز میکنم، همین بکاپ دانلود میکنم، در فایل شخصی رو میرم این قسمت سیو دانلود میذارم، در فایل شخصی که رفت در تلفن دیگه البته این در فایل شخصی که قرار گرفت بکسک تازه نصب میکنم. بعد از نصب کردن بکسک یعنی هیچ اطلاعاتی در داخلش نیست، باز دوباره در پایگاه اطلاعات میین این دفعه سر مرور بازیابی کلیک میکنین. سر مرور بازیابی که اون بکاپی که شما در اون تلفن در تلگرام دانلود کرده بودین در فایل شخصی تون است، از هر جایی که از همونجا میگیرین پیداش میکنین، مثلا در مموری کارت است یا در داخل فایل شخصی پیداش میگیرین، سرش هم کلیک بکنین، تمام اطلاعاتتون که هست شده پس دوباره به شما باز میگرده. از این خاطر شما نیاز نیست که بازیابی بکنید برای فعلا. اگر خواستم اگر اطلاعات از این تلفن به دیگه تلفن انتقال بدین روش شمی است ان شاء الله. فقط همین کارو بکنید که آخر هر روز از اطلاعاتون بکاپ بگیرید که خدا نکنه اطلاعاتون گم یا چی نشه یا موبایلتون خراب نشه یا برنامه که اطلاعاتون، چون معمولا در بخش روزنامه‌چی از اطلاعات خیلی اساس ذخیره میشه و معاملات مردم، از این خاطر کوشش بکنید که همیشه بکاپ بگیرید. ان شاء الله که زنده و سلامت باشید.